خورسند جان تو در درون آب چی میکنی؟ من در آب سیر آسمانم میکنم. بین بین. در اینجا علف قربقه تو صورتی آسمان میگی تو بلایه در آسمان همه چیز هست. سنگ، قورباغه، علف، ستاره ها. از آسمان هزاران هزار ستاره ها به زمین میافتند و یک تاش هم به خانه من نمیافتد. اگر یک سنگ افتد راست آمده به سری من میزند. یه ماله خورسنده یه ماله آن همه چیزهای فکر نکنم گفته من اینا به میزنم. فهمیدی می؟ یه ماله همه کای پای و پروندی کو یه همین هم گپ شد می یه کای پای و پروندی خورسند. با تو اکا حرفی جی کلان رفته پایهای دراز کرده خواب کن. رئیس همین مسئله زمینی مرا حل کنید. دیگر والا بیلا که یک ساعت همینجا ایستم. انا این حجت های زمین. زمین صاحبش یافت. این حجت برده خروتاب کرده خور. رئیس حالی مرا فهمید. اویله ما کلان، دو بچه ایالمند دارم، دو تای دیگرش خانه دار کردن در کار. به همین یک پارچه زمین روزی ما چی می شود رئیس؟ شد همین قدر خوردی بس. چه خوردم رئیس؟ از 12 سالگی هم در همین دشت و کمر کلن میزنم و زهر نیش حشرات را میخورم. کنال کافتم، باطلاق و توق ایزا را خوش کندم. برای آباد شدن این زمین خونی دیلم ریختم رئیس. چی معاش 50 ساله ات از من گرفتنی؟ رئیس در وقتش گرفته بودم. اردین و میدل هم گرفتم. انوی توی سر هم کردم. مرا صلاح پارتیزان میگفتن رئیس. در اینجا همه خرد و کلان مرا حرمت و احترام میکردن. رئیس باور کنید همین به این زمین روز گذراندن نمیتوانم رئیس. تو غیر قانونی خانه ساختی. خانه چی رئیس؟ یک کراول خانه موقتی رئیس؟ کی به تو اجازت داد؟ رئیسی پیشتره اجازه داده بود. میدونید همش موافق قانون. در آنجا یک کارگاه باید میساختند. گفتن رو کراولش شو. باور کنه رئیس من قانون ویران نکردم. همش با رضایت کلانها در اساس قانون شده است. همین مسئله زمین حل کنید. همین خودم کلوشم میپوشم و برآمده رفتن میگیرم. ما در آن زمین زواد میسازیم. این مسئله حل. او رئیس گپ تمام. السلام علیکم رئیس ها. مرحمت بیایید. سلام علیکم.
مسئله حل شدمه؟ قدر و قیمت نمانده است. در دم پیری خار شدم. این رئیس مرا نفهمید. بعدی نگیرید پارتیزان. مجبورم با این موی سفید به یگانجا عرض کنم. دلیر من به تو می نگرم اما تو نمیشناسم. آخر تو همون دلیری نبودی که در بین تمامی همکورسان با دانشت فخر میکردی. دلیر دریاداری در یکی از درس های خیمیا تو چنان دانشی بلند نشان دادی که باعث رشک تمامی دخترها گردیده بودی. گویا که همانم، لیکن بعد آن واقعه دلیر مرد. کدام واقعه؟ از آن واقعه 3 ماه سپری گشت. انا اکرام هم شاهد همان واقعه است. شب بود. ها اکرام. وقتی که گو رو از آغلی مادرم برآوردیم، مادرم همان شب خودش فهمید که دوست من یعنی پسریو هستم. همین قدر مادرم زاری و تولا کرد. داد و فغان برداشت که این یگانه بایگری من در خانه. لیکن ما مجبور بودیم که همین کار رو کنیم. گو رو برده فروختیم، چون که اگر ما این کار رو نمی کردیم، قرض ها رو بر نمی گردوندیم، اونها ما رو زنده نمی موندن. بعد از این مادرم از غم و غصه زیاد خوردن به سکته دل گرفتار شد و این دنیا رو ترک گفت. انا همین خیل میرزا، یگانه چیزی که مرا تسکین میدهد این استعمال گروئین است. انا همین بود، همه بود و شد واقع میرزا. وای دلیر دیگر نیست، دلیر مرد. میفهمی میرزا؟ جسور اولا نغلطیدی.
تو مولناویم یک بار سراغ نمیکنیدم. خوشدامنت نغز میدیده است. تندوری تیار میرویم. پیش از تندوری بیستگی گیریم زور میشود. اینش باز چی؟ سمکت زور بود است کو؟ معقول شده باشد انا توفه کردیم رئیس جان. رحمت. رئیس تقا همین حجت های ترکتر بر بینید. ترکتر؟ تراکتور دوتا بوده؟ بله. او این تراکتوری کهنه نرخش بسیار قیمت. رئیس تقا ما توقخور نه شریک سودا. نخواد این خیل کنیم ما میلیونر میشویم کو؟ انشالله. ارحمت. انا امضا. شریک سودا گفتی؟ نقص. تندوری خنک میشد. رفتیم. خب رفتیم. همین فیلتا نپرتا. اکرام به فکرم تو رو جر میزنند. اکرام خیز. سلام اکرام. برای چی اومدی؟ ها؟ من تو رو گفتم که دیگر نیو. رو از اینجا. رو. ها اوچه بهتر. بله بهتر. خودم هم حس میکنم. ها نه داروهایم همش هست. خوراک هم هست. نه گوشنه نمیمونم اوچه بهترم. حس میکنم که حالم بهتر شده است. دکتر هم گفت که بهتر است حالم. بله ها ممکن اوچه جان ممکن بعد از یک هفته جوابم میدهند به خانه میروم. ها خب مایلش من هم میبوسم. پستر زمین رو جویا کشیده. آب موندن در کار رئیس. نباشد تخت از دست می رود. تراکتور تیار. سلر که نیست. برقصدش آب هم نیست. مالی تازه بوده است. دلی خالش یافتن در کار. خلاصه سلرکه در کار رئیس بابا. استا شرافت کنی. رستمی الکش در کجاست؟ کاری دولت به سری دخترها پرتافته می رود. آخر رئیس بابا آنها پله گرفتگی. یا پله اش را گیرد یا کاری پخته را کند. آخر رئیس بابا خودمان مجبور کردیم کو. گپ نگردان. بگاهی جغزن. ادب رستم خودم می دهم. رئیس جان سلرکه می شود. دلی رستم یابی همه چیز می شود. بلا زد بید.
با تو چی شد؟ حلقم قوق شد. حاضر ما رفته آب میارم. نه همراه میروی. از سهر بوزی چیز نخورده ای؟ مرا مادرم سهر سخت جنگ کرد. از زیقه هیچ چیز نفورید. خیز زیغ نشو. خیز رفته. مغز نشوی. خودت احتیاط کن. همش نغز میشود. برای چی امروز دیر آمدی؟ آه؟ فیلی این رفتارهای شما چی معنی داره؟ شما زنی شوهردار فرزند دارید. حق همسایه چی میگوید؟ شوهرتون در بیمارخانه و شما باشه. خاله یا شما خودتون رو به نادانی میزنید یا اینکه در حقیقت از درد پسرتون بیخبر هستید. با پسرم چی شده است؟ زندگی وزنین است دخترم. وزنینی زندگی پسرم را اندکی ناراحت کرده است، پریشان کرده است. دیگر یگان خیل بیماری ندارد. درد پسرتون نشامندی است. چی؟ چی گفتی؟ نشامندی؟ بله، نشامندی. چه؟ همه چیزو چورای خونه رو برای خریدنی نشه صرف کرده است. کی هست که من همچون زن برای وی وجود ندارم. با این حال اویله داری کردن نمی شود. خدایا. خاله شما خواطر نشوید. من از حولی شما برآمده می روم. خدایا. پسرم رو کلون کردن لازم. خاناندن در کار. خدایا. با این احوال دیگر اویله داری کردن معنا ندارد. مرا ببخشید، من از شما یگان گله‌ای ندارم. تو همه این گپ ها را براسته گفته استاده. افسوس. افسوس. همین طور است. اومد به سرم از اون چی می ترسیدم. چی کاری کردگی هست؟
من تو را با هزار آرزوی و امید کلان کردم. خانه دار کردم. آرزو داشتم که تو سایبان سرم میشوی. روزی مردم صاحب گور و چوبم میشوی. تو چی کار کردی؟ خانه درم را برباد دادی. آهیلت برآمده رفت. خودت رو زنده در گور کردی. از دستی بلاهای آخر زمان نه خیر مانده است و نه برکت. از بیخوشی گاو را هم جشیده نمیتواند. من یک سطل شیر میجشیدم، این باشد نیم سطل هم نجشیده است. ای بیگانه کی پروا دارد؟ زنک چی غیر میکنی؟ گاومانه ماهی هفتمش رفته ایستاده است. ای چی بگه پی زنها ارالش میشوی؟ رو کارت کو؟ تگی شیر سوزوندی که جوانی مرد؟ نقص کو؟ علاو کمتر بلند شدگیست. حتی بوی سوختگیش معلوم نیست. نه نشد. در خانه خودم گپ زدنی نمیمونده؟ گپ نزنم شیرم سوزون پگاه خانه من میسوزونم. دل همه رو میشکنه دوچه. هر چی رو بهانه کرده زهر میچکنه. بس! یک باری دیگر با میسره گشتنت بینم قدمت به این خانه نمیمونی، فهمیدی؟ یا آچه میگویی یا میسره. آچه جون، من شما رو هیچ وقت نمیپرتویم آچه جون. تو قدری آچه از کجا میدونی؟ رو خیر من رفتم. انا همین خیل کم ترکی کار زیر آید همه دفع میشه. سعید سعید برای چی تو همیشه خاموشی؟ چی گویم؟ از آن واقعه 3 سال گذشت. پدرم خودش رو آویخت. قرضدار شدم. خانم را زده گرفتند.
با دست خودم همه امید مادرم را، زنم را، وقت خودم را آتش زدم. خدایا